بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، امیدوارم که سلامت باشید. در این درس میخوایم که در رابطه با اسمارت آرت صحبت بکنیم. اسمارت آرت ها مجموعی از شکل هاست که توسط او شکل ها شما متن میتونین تبدیل به یک دیاگرام بسازین. خب که از طریق او دیاگرام یا از طریق او چارت یا از طریق او تشکیلات یا از طریق مجموعی از اشکال شما بتونید مفهوم و به طرف مقابلتان چیکار کنین؟ انتقال بدین. در قسمت اسمارت آرت ها شما متن کم نوشته میکنین، در واقع ساختارش همیست که باید متن چی شود؟ کم نوشته شود. خود اونمو کم نوشتن باعث انتقال چی میشه؟ مفهوم میشه. من چند تا مثال براتون کار میکنم، امیدوارم که اینجا مشکلتان کامل حل شود. ببینید روی اسمارت آرت شما کلیک کنین، انواع مختلف از اسمارت آرت دارین. اینجا تمام تشکیلاتش هست. منتها نظر به گروه بندی اگر چک کنین میشه روی هر کدام دسته را کلیک کنین، انواع او رو روبرو برای ما چی میکنه؟ نشان میده. ما از نوع پیکچرش هم میخوایم یک مثال ساده شوال براتون کار کنیم. ببینید فرض کنین که ما یک دکان صرافی داریم. یک شرکت صرافی متشکل از 5 عضو یا 5 کارمند است، یعنی در تشکیلات خود 5 نفر داره. این 5 نفر میخوایم سلسله مراتبش رو چیکار کنیم؟ جور بکنیم. خیلی خوب، یک نوعی از اسمارت آرت ها را که باشه انتخاب میگیریم، روی گزینه اوکی کلیک کنین. این پیشفرض یک ساختار رو داره. شما میتونید در قسمت هایی که تکست هست اینجا کلیک کنین و نام ها رو چیکار کنین؟ نوشته بکنین. حالا اگر میخواین کارتان دقیق تر شود، روی این علامه که اینجاست کلیک کنین، درست است؟ یا تکست پن میگه، تکست پن کلیک کنین تا تکست پن باشه. کنترل ای دیلیت ما میگیم تمام این تشکیل را که شما گفتین و در ما نمیخوره، یه چی میکنیم؟ حذف میکنیم. حالا ما خودمون میگیم در این مدل که از شما از سمت بالا به سمت چی؟ پایین حرکت میکنین. پس کسی که در رأس هرم است باید نام او رو نوشته کنین. ما میگیم در تشکیل صرافی ما اول رئیس هست. خب یعنی رئیس. دکمه این طرف فشار میتونید از کیبورد یا میتونید شما بین روی قسمت اد شیب بگوین. اد شیب افتر یعنی همردیف با امی رئیس یک شکل دیگه یا یک پست دیگه اضافه بکن در قسمت چی؟ پایین بعد از. اما اگر ما خواسته باشیم که نه یک شکل اضافه بکنه یا پست اضافه بکنه، از این کرده پایین تر شما میتونید از گزینه اد شیپ چی استفاده کنین؟ بلو استفاده بکنین. درست است؟ که در واقع اگر شما اینجا نوشته بکنین معاون، مفهوم براتون فهمیده میشه. اگر یک وقتی کار انجام ندارین اینتر، فرض کنیم ما میگیم نفر سوم خزانه دار است، اما خزانه دار اینجا هم سطحی کی قرار گرفته؟ معاون قرار گرفته. میتونید شما این خزانه دار لیولش از قسمت دیموت تغییر بدین. ببین حال خزانه دار یک لیول است که پایین تر است از معاون. یا پس میگیم هم ردیف با معاون شود، میتونید شما از پروموت استفاده بکنین. جای اینا را اگه خواستین تغییر بدین از موو اپ و موو داون میتونید شما استفاده کنین. این حالت لیاوت در دیگه مدل ها چی میکنه؟ نتیجه میده. خب ولی ما خزانه دار داریم، میخوایم یک شکل دیگه هم اضافه کنیم. اینتر یک راه آسانی است که کلید تب فشار بدین، قسم یک سوالای 4 جواب جور میکنین. ما میگیم رئیس هست، بعد زیر نظر رئیس معاون و خزانه دار است. زیر نظر خزانه دار میگیم 2 نفر صراف است. به این شکل شما میتونید تشکیلات چیکار کنین؟ جور کنین. یا ما اصلا اینجور میگیم خزانه دار هم ردیف معاون نیست، یک لیول از او پایین تر است. میتونید کلیک کنین. حالی خزانه دار و صراف ها کلا در یک سطح است. اگر شما دوباره صراف ها را انتخاب کنین، دیموت بگوین، تمام اینا چی میکنه؟ لیولایش تنظیم میشه. این رو بسته کنین. حالا اگر شما عکس داشته باشین میتونین روی علامه عکس کلیک کنین، قسمتی صاحب شما چی کنین؟ عکس انتخاب بکنین. خب ما فعلا عکس مناسب نداریم، فرض کنین این عکس انتخاب میکنیم. در معاون می فرضاً این عکس انتخاب میکنین. در بخش خزانه دار حالا فرض کنین شما ایر انتخاب میکنین. درست است؟ دو بخش دیگر هم میتونین شما عکس ها رو به این شکل تنظیم بکنین. خب صفحه مقدار کوچیک میگیریم، حاشیه ها رو میخوایم مکمل صفر شود. از این قسمت خطکش بکشین و این خطکش دیگر هم به سمت چپ. مارژین های قسمت بالا و پایین هم میخوایم کامل چی شود؟ حذف شود.
عالی. شکل شما میتونه از قسمت فرمت بخش سایز از اینجا اندازهش چیکار کنین؟ کلان کنین. کلیک کنین سایز چی میکنه؟ بزرگ شده میشه. ارزی رو اگر خواستین بزرگ بسازین میتونین اینجا کلیک کنین، یا در ساحه سایز بین لاک فعال بکنین اوکی بگوین. حالا اگر شما اینجا به قسمت سایز رو کلیک کنین طول و عرض همزمان چی میکنه؟ تغییر میکنه. خب از قسمت پوزیشن ما میگیم که در قسمتی که وسط صفحه قرار بگیره. اگر خواسته باشین اطراف متن نوشته کنین میتونین متن نوشته بکنین، ولی اگر ضرورت نباشه متن نوشته کردن ضرور نیست. ما میخوایم یک مقدار دیگه رو پایین تر بکشیم، درست است، پایین و یک کم سمت راست انتقال بدیم، جایش کاملا چی است؟ مناسب است. حالا میخوایم در قسمت بالایی میگیم تشکیلات مثلا صرافی چی باشه. شما در قسمت اینزرت بین روی گزینه شیپ و از اینجا یک شکل بکشیم. مثلا فرض کنیم ما یک شکل میکشیم تشکیلات اداری صرافی، مثال کشکول. نوشته را انتخاب میکنیم، میریم روی قسمت از یک فونت خوب استفاده کنه، بی تیتر، سایزش هم چیکار کنه؟ بزرگ بکنه. درست است. و میخوایم که شکل به این طرح نباشه، خود این شکلی که ما اینجا داریم این مقدار انحنای گوشهاش زیادتر شود، میتونه شما تغییر بدین. روی قسمت فرمت کلیک کنین و در این قسمت ما میگیم شیپ فیل رنگ پر شود، میگیم بله، ولی با این رنگ پر نشه. مثلا فرض کنین با یک رنگی ساده، یا اصلا میگیم رنگ نداشته باشه. درست است. نوشته داخل انتخاب میکنین، بین روی قسمت چی؟ تکست فیل، اینجا هم شما دارین، ما میگیم نوشته داخل با این رنگ پر بکن. میشه شما از دیگه رنگ ها هم استفاده کنین و دیگه فرمت های مختلف را هم میتونیم روی قسمت اعمال کنین که اگر ضرورت باشه روی تنظیمات ها میتونین شما چیکار کنین؟ کار کنین. درست است. این یک مدلش. مثلا یک مدل دیگه را ما اگر خواسته باشیم کار بکنیم، میگه که شما تشکیلات اداره تانه برای ما چیکار کنین؟ روان بکنین. ما میگیم ما تشکیلات اداره رو به شکل جور میکنیم، بین روی قسمت اینزرت سمارت آرت. درست است. این بار از مدل مثلا هرم میخوایم کار بکنیم. کدام مدل؟ هر مدلی که شما دوست داشتین. ما میگیم که از این مدل باشه. درست است. و ایره هم میگیم اوکی. دوباره تکست پن باز بکنین. من دستورش براتون کار نمیکنم، فقط همینجا جابجا از این تکست پن استفاده میکنم تا مفهوم چی شد سریع شد. ببین ما در اداره ما یک تشکیلات داریم، مدیر. از مدیر پایین تر دو نفر داریم به نام سرتیم، ثبت نام. دوباره یک انتر میگیم سرتیم انسجام. هم ردیف با اینا نیست، لیکن کسی که با گزارش میتن برای مدیر باشه دیگه کارمند هم هست. مثلا کارمندی اداری است، کارمندی آیتی و خدماتی ها هست. درست است. ببین این یک ساختار رو ما جور کردیم. ما میگیم ثبت نام بخش های مختلف دیگه هم داره. شما بین روی قسمت ادشیپ بیلو یک شکل دیگه اینجاش میکنیم اضافه کنیم. میگیم زیر نظر تیم ثبت نام کیست، میگیم که فرض کنین کنترلی کیفیت، کنترلی کیفیت زیر نظر کنترل کیفیت انتر میگیم که چند کارمند دیگه هم هست؟ دو کارمند دیگه هم هست. انتر تب افشار میگیم که بایومتریک. درست است. ثبت نام و این کار میخوایم که برای دو بخش دیگه هم انجام بدیم. کافی شما را از اینجا چی کنین؟ انتخاب بکنین کاپی، روی قسمت کنترل کیفیت دوم هم کلیک کنین و اینجا همینا رو چی کنین؟ پیست کنین. بایومتریک هم میگیم لیولش پیش ببر دیمو. با یک کنترل دیگه هم داریم، انتر میگیم، اینجا هم اینا رو چی میکنیم؟ پیست میکنیم. این به شکل جور شد. مثلا بخشی انسجام میخوایم جور بکنیم، ارشیو بیلو پایین تر از یک شکل اشتباه میکنیم که تثبیت هویت، تثبیت هویت هماهنگی جمع‌آوری. درست است. و
آرشیف. این ساختاری بود که ما تانستیم از این چیکار کنیم، اینه جور بکنیم. حالا میتونیم ما شما سفر دور بدیم، یا سفر اگه دور ندیم میتونیم شکل خودی رو تغییر بدیم. ما میگیم این طرح در اینجا خیلی خوبش نبود، از این مدل استفاده کن. ببین این مدل یک مقدار چی میشه در این سایز صفحه که ما مد نظر داریم مناسب تر است. تمام بخش ها شما اگه خواستین این را به اساس رنگ ها لیبل بندی بکنین، روی قسمت کلر کلیک کنین و از اینجا شما میتونین رنگ ها رو چی کنین انتخاب کنین. ببینین هر لیبل ها رنگ های بخصوصی خودش داره. خب به این شکل ما دیاگرام تشکیل اداره ما رو چیکار کردیم ساختیم. حالا ممکن است شما رو بخواید در یک متن نوشته کنین، توضیحات دیگه هم میتونین کار انجام بدین. میتونین شما از قسمت انزرت بین روی گزینه شیپ ما در این قسمت یک ابزار داریم به نام تکست باکس بگیرین و بکشین در این قسمت. خب اینجا ما کشیدیم. حالا ما میگیم که داخلی بخوایم متن نوشته بکنیم، نوشته میکنیم که خب اول از قسمت هوم یک مقدار سایز متن بزرگتر کنیم، سفر نزدیک میکنیم ببینیم ما چی نوشته میکنیم. قسمت سمت راست از فونتی هم که استفاده میکنم میگیم فونتی بی نازنین باشه. خب نوشته میکنیم که تشکیلات اداری مثلا مرکزی اول قراری شکل فوق به تعداد 20 نفر ترتیب و صحت است. خیلی خوب. حالا ما میخوایم که این نوشته در این قسمت قرار نگیره، این نوشته رو میگیم در این قسمت پایین قرار بگیره. پس شما میتونید در قسمت فرمت بین، درست است. ما اینجا داریم تکست دایرکشن متن دور بدی و چه شکل نوشته کنه به این شکل. میتونین که شما ارزی رو تغییر بدین و بعد ایرم بکشین در قسمت چی پایان صفحه. میگیم نوشته ای یک مقدار بزرگتر بساز، هوم بله روی سایز تنظیم کردیم، نوشتم در قسمت وسط باشه، درست است. ما میخوایم که اطراف این شکل در اینجا چی نداشته باشه، خط نداشته باشه. روی فرمت کلیک کنین، شیپ داریم فیل اوتلاین، داخلش نوشته رنگ نداشته باشه، شیپ نو فیل اوتلاین نداشته باشه میگیم نو اوتلاین، درست است. یک مقدار میره کوچیک میکنیم و اگر پایین ترم بکشیم که در این شکل دیگه چسبیده نباشه بسیار منظم میشه. حالا کافی شما رو چی بگیرین پرینت بگیرین. به همین سادگی شما تونستین دیاگرام یا تشکیل اداره خودت چیکار کنین ایجاد کنین. انواع مختلفی از این اسمارت آرت ها وجود داره که شما میتونید از قسمت اسمارت آرت اینا رو چیکار کنین استفاده بکنین، درست است. یک مدل دیگه هم از مدل پیرامید یا هرم کار میکنیم. ببینین ما فرض کنین این مدل میخوایم کار کنیم، این انتخاب میکنیم میگیم اوکی، این صفحه اینجا چی شد ایجاد شد. دوباره تکست پن که گفتم بسیار آسان است، در این قسمت شما میتونید به بسیار آسانی از این مدل استفاده کنین. خب گفتیم این میشه در قسمت رأس هرم. خب رأس هرم ما میگیم که مصرف کننده ها رو داریم، از مصرف کننده ها پایین ما میگیم که تولید کننده ها رو داریم، درست است. تولید کننده است با مصرف کننده. بعد مصرف کننده کیست؟ میخوایم قبل از این یکی دیگه هم اضافه بکنیم. شما میتونید روی قسمت ارشیو بین و بعد بین که بی فور قبل از یک شکل دیگه هم چیکار کن اضافه بکن. ما میگیم که تجزیه کننده هاست. با همین سادگی شما تونستین چیکار کنین هرم غذایی را رسم کنین. میتونین شکل شبیه این مدل تغییر بدین، تجزیه کننده، مصرف کننده، تولید کننده. ممکن است یه مدل دیگر رو بگیرین، تجزیه کننده، تولید کننده، مصرف کننده، یا قسمت رو باز کنین. اگر دیگه اشکال مناسب بود میتونین از اون شکل هم چیکار کنین استفاده کنین. خب بحث دیزاین و فرمتش دیگه و پیچیدگی نداره. امیدوارم که از قسمت بخش اسمارت آرت مطالب جذاب یاد گرفته باشین. سوال پیشنهاد یک داشته باشین در کامنت ها یادداشت بکنین، کانال به دوستایتان معرفی بکنین و اگر درس خوشتان آمد در لایک هم فشار بدین. ممنون.